با مقصد آشنایی پیدا کردن با فعالیت رسانه‌های محلی ناحیه شهرینو امروز یک گروه سرمحرران هفته‌نامه‌های ناحیه رودکی وحدت و شهر ترسونزاده تحت راهبری رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت‌الله اسماعیلزاده به ناحیه شهرینو تشریف آورده نخست با معاون رئیس شهر شایسته نعمت‌الله‌زاده و مهمانان ملاقات دایر ساختند. ضمن واخری رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت‌الله اسماعیلزاده دایر موقع وسایل اخباری عامه در سمت انعکاس موضوعهای مبرم روز و حل مشکلات جامعه ابراز اندیشه نمود. ما میتونیم با سخنی سازنده خود موادی که انعکاسگری دستاوردهای کشور عزیز ما است ما میتوانیم برای مردم چی در داخل و چی در خارج کشور موادی مثبت، موادی پوزیتیوی، موادی که پیش از همه بیان کننده واقعیت کشور است، چون که خود همین یافتن واقعیت و حقیقت این یک مفهوم خیلی بحث انگیز است و هر کس میگه که حقیقت خود من دارد، ولی حقیقتی به بحث آن است که در دوام 30 سال ما هم چون جمهوری تشکل یافتیم و عالمیان معرفی شدیم، تفکرهای سازنده راهبری عالی مملکت من رو در منبرهای بلندترین دستگیری می‌یابیم و همین کارها را ما باید با بیشتر، خوبتر، زیادتر، ثمره‌ناکتر براه مانیم تا اینکه خصوصا نسل جوانانی که امروز با وی میرسند و اکثر آنها مثلا در شبکه‌های اجتماعی هستند، در سامانه‌های اینترنتی هستند، آنها را هم جلب کنیم با آنها مواد دهیم تا اینکه چقدر که همین مواد در فضای مجازی موادی مثبت زیاد شد و جای همه مواد دیگر میگیرد. در این برابر تاکید کرده شد که در دوران صاحب استقلالی وطن با دستگیری و راهنمایی به واسطه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در شهر و ناحیه‌های مملکت چندین رسانه‌های مستقل و غیر مستقل تأسیس یافتند که برای رشد باثبات ساحه مساعدت می‌نمایند. معاون رئیس ناحیه شهرینو شایسته نعمت‌الله‌زاده در نوبت خود ابراز داشت که مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه شهرینو با وسایل اخباری عامه همکاری را در سطح بلند راه‌اندازی نموده است. همین موضوعی که مبرم روز است طریق رسانه‌های خبری باید جلب کنیم جوانان همون فضا خالی نمانند، هرچند که گروه‌های کاری تأسیس دادگی هستیم منتظم همین کارهای فهماندهی و همین سازندگی بنیادکاری بخش به 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان، لیکن باز همین فکر و عقیده عمیق همین است که طریق تمام وسایل اخبار عامه همین روزنامه و مجلات دیگر جوانان رو جلب کنیم. همه این سازندگی آبادانی‌هایی که هست در تاجیکستان عزیزمون در سامانه‌های اجتماعی تمام دنیا می‌بینم. در هفته ملاقات میان مسئولین و سرمحرران هفته‌نامه‌های ناحیه رودکی، شهر وحدت، ترسونزاده و ناحیه شهرینو مبادله افکار صورت گرفت. بعداً مهمانان برای از نزدیک آشنایی پیدا نمودن با فعالیت رسانه‌های ناحیه شهرینو از اداره هفته‌نامه فیض پیشوا دیدن نمودند. در اینجا مسئولین و مهمانان از اتاق‌های کاری نشریه دیدن نموده با کارمندان هفته‌نامه فیض پیشوا از نزدیک صحبت آراستند. در اینجا از طرف رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت‌الله اسماعیلزاده تاکید کرده شد که مطالب در روزنامه و مجله‌ها چاپ شونده باید موافق با طب و ذوق اودیتوریا انتشار گردد تا که در آینده تیراژ هفته‌نامه افزوده در این زمینه شرایط کاری خوب و سازگار برای کارمندان مهیا کرده شود. وظیفه ما امروز آن است که ما در صحیفه‌های روزنامه به مثل که مثلا که رنگ‌های خوشرو است همچنین مطالبشان خوشرنگ و گوناگون رنگ و خوب باشد که مردم از این یک چیزای معنوی گیرند. این مردم را فریب کرده نمی‌شود. سو پیش بود خیام یک از خوی نخوی گیر را خیر نمی‌شود. یا که مثلا ابونا این یک طرفی مثلا مقامات شما را ابونا میکنن یاردم میکنن دیگه اگر این مواد نداشته باشد دیگه همین که روزنامه شما چی دارد که ما باید ابونا شویم؟ برای ژورنالیست، برای سرمحرر، برای کارمند ایجادی این از این دیده تحقیر زیادتر نیست. در هفته بازدید از اداره هفته‌نامه فیض پیشوا با محرر مسئول رخشانه قادرova و سرمحرر هفته‌نامه حکمت‌الله ستارов مدال 100 سالگی مطبوعات تاجیک تقدیم گردید. بعداً در ادامه سفر کاری مهمانان از رادیوی پیام شهرینو که سالیان اخیر در فضای اطلاعاتی منطقه فعال است بازدید به عمل آوردند. در اینجا نیز رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت‌الله اسماعیلزاده و سرمحرران هفته‌نامه‌های ناحیه رودکی، شهر وحدت و ترسونزاده از اتاق‌های کاری، حجره‌های ثبت آواز و استودیوهای پخش مستقیم رادیویی دیدن نمودند. در اینجا ذکر کرده شد که رادیو در برابر مطبوعات و تلویزیون خصوصیتی به خود خاص داشته اودیتوری خود را دارد. محض از همین جاست که سالهای اخیر توجه به این نوع رسانه در مملکت زیاد گردیده همروزه ژانر و قالب‌های نو در برنامه‌های رادیویی به میان می‌آیند. مردم با اطلاعات
باور میکنن. چیزی که رادیو میگه، تلویزیون میگه، گازت مینویسه، مردم باور میکنن. برای همین برای اونها ما باید موادی را تیم کی اونها رو جلب کنن. آموزش گذارونیم. بعضا در یک سال مثلا یک بار نیم بار توی نینا مش مدت چیوش میتیم متدولوژیش هست نه سنجی کنیم که کدوم موضوع مردم اهمیت بسیار میده. هم موضوع را ببینید مردم هزار دستاورد ما داریم نه که یک جایی یک مثلا کم ترک پرابلم ما را گرفته کیمش میکنن. هیچ کاری دیگر نه با خودی هم مردم خدمت. برای ما باید هر چیزی که داریم اونم چه پرابلمی که در شهر نویتونات در نویتونات اینیکاس کنیم یکون جایی وای نیست. ما نمیگیم پرابلم را اینیکاس کنیم مسئول را بیارید تاشون صحبت کنیم. برای چی مثلا راه آباد نیست، برای چی مثلا این کم است، برای چی این زیاده، برای چی اینا را بیارید تاشون مردم به شما باور دارن. مهمونان بعد از بازدید نمودن از نشریه و رادیوی ناحیه شهر نو با فعالیت نمایندگان وسایط اخباری عامه این منطقه بهای بلند دادند و با همین ملاقات و سفر کاری رئیس اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان زینت الله اسماعیل زاده و سرمحرران هفته‌نامه‌های ناحیه رودکی شهر وحدت و تورسونزاده در ناحیه شهر نو به پایان رسید.